تلویزیون بدخشان خبر داد که علیه دودالیف ظاهر ساکن دهه دشت جماعت به نام یوسف بیکوف نویه اشکوشم با اتهام زورآوری نسبت به مرزبانان و لطکوب آنها و به ضد نیاز محمدوف مدیر خواجگی مکتب این دهه با اتهام افباشه تحقیر مرزبانان و دعوت اهالی به میتینگ اعتراضی پرونده های جنایتی کشودند. بنا به این گزارش روز 22 ماه سال 2022 دو سرباز قسم مرزبانی 0411 دودالیف ظاهر بخت علیوش سال تولدش 1988 ساکن دهه دشت جماعت به نام یوسف بیکوف نویه اشکوشم را در خط مرز در ساحل دریای پنج بازداشت کرده با او صحبت فرماندهی گذرانیدند و گفته مقامات ظاهر دودالیف از پس قصاصگیری افتاده روز 24 ماه سربازانی که از دهه دشت به طرف پاسگاه مرزبانی می رفتند حمله آورده یکی از آنها را لطو کرده است. در گزارش گفته می شود که بعد این هم قناعت نکرده همراه با دو خواننده صنف 10 و 11 از مکتب میانه رقم 19 مصلحت کرده است و آنها می خواهند بر او نقاب کشیده باز به سربازان حمله کنند، ولی مقامات از این حمله پیشگیری کردند. دودالی و مسلکان نوبالغش را دستگیر کردند. خود دودالی و نیاز محمدوف و دستگیر شده های دیگر در این گزارش به گناه خود اعتراف میکنند، ولی معلوم نیست که این اعتراف در چه شرایطی به دست آورده شده است. نظر نزدیکان و وکیلان دستگیر شده ها دسترس نیست. این هم معلوم نیست که آیا این ساکنان دهه دشت نویه اشکوشم اصلا به وکیل دفاع دسترسی دارند یا نه. خبر بازداشت ساکنان دهه دشت نویه اشکوشم با اتهام لطکوب و تأخیر مرزبانان و دعوت به میتینگ های اعتراضی در حالی است که ماه مقامات اعتراضات در خارق و روشن را با استفاده از نیرو سرکوب کردند. سازمان ملل گفت در جریان سرکوب اعتراضها در بدخشان بیش از 40 نفر کشته شدند. حامیان حقوق مقامات را به استفاده از بیش از حد نیرو و سلاح جنگی به ضد اعتراضگران عیبدار میکنند، ولی مقامات سرکوب اعتراضها را عملیات ضد تروریستی مینامند و میگویند کسی از ساکنان آسایشته آسیب ندیده است. ولی منابع گوناگون از ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند که مقامات بالای مردم بی‌سلاح تیر کشیدند.